ستاسو دنده صدا، شغل شما چیست؟ در درس گذشته به شغل‌های رسمی به زبان پشتو پرداختیم و در این درس به شغل‌های غیر رسمی و شخصی می‌پردازیم. برای پاسخ دادن به این سوال باید بگوییم زه یاو یم. در بین این دو عبارت باید نام شغل خود را بگوییم. برای مثال زه یاو دکتر یم او زه یاو انجینیر یم، زه یاو ښوونکی یم، من یک معلم هستم. در این درس می‌خواهیم به شغل‌های غیر رسمی، شخصی و هنری در زبان پشتو بپردازیم. د علي سره د پښتو ژبه زده کړئ یوټیوب چنل ته ښه راغلاست. در ویدیوی گذشته از شما خواسته بودم که در بخش کامنت شغل خود را بنویسین، اما اگر شغلتان یک حرفه غیر رسمی و شخصی و یا هنری است، حتما در این ویدیو نام شغل خود را به زبان پشتو خواهید یافت. پس تا پایان ویدیو همراه ما باشین و با دقت درس را تعقیب کنین و در انتهای ویدیو برایم بگوین که شغل شما چی هست. اما پیش از شروع درس لطفاً برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنین و یک کامنت زیبا بگذارین. مهربانی وکړئ زما وروسته تکرار کړئ. لطفاً بعد از من تکرار کنید. بزگر، بزگر، دهقان و یا کشاورز. فارمر، بنوال، بنوال، باغبان. گاردنر، ترکان، ترکان، نجار. کارپنتر، جوړونکی، جوړونکی، تعمیرکار. ریپیرمن، نل غزونکی، نل غزونکی، لوله‌کش و یا خدمات پایپ. پلمبر، مستری، مستری، مستری و یا مکانیک. مکانیک، چلوونکی، چلوونکی، راننده و یا دریور. درایور، باتیار، باتیار، نانوا. بیکری، پخوال، پخوال، آشپز. کوک، دکاندار، بدری هم میشه دکاندار. شاپکیپر، وندیمار، وندیمار، قصاب. بوچر، کاپنیواند، کاپنیواند، ماهیگیر. فیشرمن، انزوراند، انزوراند، عکاس. فوتوگرافر، فیلم جوړونکی، فیلم جوړونکی، فیلم ساز. فیلم میکر. کمپوزر، کمپوزر، آهنگساز. کمپوزر. سندرغاړی، سندرغاړی، آوازخوان. سینگر، انځورګر، انځورګر، نقاش. پینتر. د کمپیوټر خدمتونه، د کمپیوټر خدمتونه، خدمات کمپیوتر. کمپیوتر سرویسز. خیاط، خیاط. این کلمه نیز بین دری و پشتو مشترک است. تیلر، نایی، نایی، سلمان و یا آرایشگر مرد. هیر درسر، نایینا، نایینا، آرایشگر زن. هیر درسر. ولدر، ولدر، جوشکار.
wielder خرچگر خرچگر کارگر و یا بنا worker لارخود لارخود و یا لارشود راهنما guide روزونکی روزونکی مربی trainer چوپره چوپره خدمتکار مرد waiter چوپری چوپری خدمتکار خانم waitress پاک کوونکی پاک کوونکی نظافت کننده و یا پاککار cleaner. خب عزیزان، ما در این درس و در ویدیوی گذشته تقریبا 60 الی 70 شغل و حرفه رسمی و هنری و شخصی را یاد گرفتیم و حالا نوبت شماست که در بخش کامنت بنویسید که شغل شما چی است؟ ستاسو دنده سده زه یو ښوونکی یم من یک معلم هستم. ستاسو دنده سده شغل شما چیست؟ خب امیدوار هستم که این ویدیو هم برایتان مفید بوده باشه. اگر از این ویدیو خوشتان آمد او را لایک کنین و اگر میخواین از ما حمایت کنین چینل ما را به دوستانتان معرفی کنین. د خپل لایکونو او خایسته نظرونو سره زموږ ملاتړ وکړئ او نوې درسونه ته انتظار وکړئ. زموږ ملاتړ لپاره ویدیو لایک او شریک کړئ او زموږ د چینل غړی شئ. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.